توی روسی منیژه دختر آوازخوان شناخته توجیک صدرالدین نجمیدین روز 11 سپتامبر سال 2023 با اشتراک 100 نفر از جمله 10 تن از ستاره‌های استراد توجیک در شهر سمرقند در طربخانه مشهور شوسرای برگزار شده است. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، داماد صدرالدین نجمیدین از بچه‌های توجیک مقیم امریکا است. در نوار تویی که بیشترش رو قربان نعمتوف از گروه عرب شو کمپانیا در کانالش در یوتیوب نشر کرد، پدر داماد که ریش سفید دارد در پهلوی صدرالدین نجمیدین در حال خوش آمدید گفتن به میمونان دیده می شود. توی روسی دختر صدرالدین را مجریان معروف آرزو ایسای و شعلا احرار و گردانندگی میکردند و از بس که توی 7 ساعت دوام کرد، در این میان چندین دفعه شاعر ترانه‌نویس و شیرینکار شناخته حسن چلایف و قربان نعمتوف از عرب شو کمپانیا نیز به کمک گردانندگان بزم رسیدند. از ستاره‌های شناخته در توی روسی دختر صدرالدین یکیش خواننده شورتیار افغان امیر جان صبوری بود که چندین ترانه مشهورش از جمله شهر خالی کوچه خالی را خواند. از ستاره‌های توجیک در توی سنگلی میرزایف، ذکرالله حکیموف، فرقت سعید، رستم نور، شهزاد دوران، ارکین اودینایف، شیرزاد اوزاقوف، حسن کمال، فیروزه حفیظ و اشتراک و هنرنمایی کردند. شاعره شناخته شاعره رحیمجان نیز در توی حضور داشت و صدرالدین را تبریک گفت. سبب در سمرقند برگزار شدن توی معلوم نیست. یکی از میمونان در صحبت به بامداد گفت که دلیلش شاید قانون تنظیم باشد که طول توی عروسی را با 3 ساعت و شمار میمونان با 140 نفر محدود کرده است. در تاجیکستان اگر میگذشت توی دختر صدرالدین دقیقاً جریمه‌اش میبستند، چون که شماره میمونان از لیمیتی که در تاجیکستان است چندین برابر زیاد بود و خود توی 7 ساعت دوام کرد. گفت شوخی آمیز همصحبت بامداد. صدرالدین نجمیدین 43 سال داشته یکی از خوشنامترین ستاره‌های استراد موسیقی توجیک به شمار می رود. صدرالدین نجمیدین نخستین آوازخوان استراد توجیک بود که راه امریکا را باز کرد و در آن سوی اقیانوس کنسرت ها گذاشته و کلیپ ها تهیه و نشر کرد. صدرالدین اینک چندین سال باز پورا در امریکا کار و زندگی می کند.